سلام دوستای نازنین، خوش آمدین به یک از بخش های دیگر آموزش یوتیوب هست. ما در این بخش براتون آموزش میدیم که چطوری باید تنظیمات پروفایل چینل یوتیوب خود بسازیم. دوستا حالا به خاطر فعالیت کردن در یوتیوب و یوتیوبری ضرورت در بعضی از اپلیکیشن های دیگری داریم که در موبایل یا ما مثلا در موبایل آموزش میدیم، در کامپیوتر یا موبایل هر آن چیزی که استفاده میکنیم ضرورت هست. ما مثلا در موبایل فعلا آموزش ما در موبایل هست، از موبایل آپلود کنیم و از موبایل همه کار از موبایل هست. کسایی هست مثلا دسترسی به کامپیوتر نداره، دسترسی به کامرا نداره، دسترسی یا هم وقتش نداره، مثلا جایش نداره و همراه خود نمیتونه که کامپیوتر و کامرا اینا را هر جای انتقال بده و بهترین کار موبایل است. موبایل همیشه وقت همراه ما است، هر جا میری کدوم ویلاگ میگیری یا هر فعالیت میکنی با موبایل راحت است. خب میریم اپلیکیشن دیگه که ضرورت هست در قسمت اپ استور میریم، در یوتیوب استودیو هست. یوتیوب استودیو رو نصب میکنین دوستان، ما قبلا نصب کردیم. یوتیوب استودیو رو نصب میکنین و بعد میریم از اینجا داخل یوتیوب. حالا تنظیمات خود از اینجا تنظیمات یوتیوب خود میسازیم که چطوری باید تنظیماتش درست کنیم. داخل یوتیوب میشیم. دوستای عزیز داخل یوتیوب میشیم اینجا. نه خب زمان که داخل یوتیوب شدیم میریم قسمت پروفایل کلیک میکنیم. قسمت پروفایل آمدیم بالای آموزش یوتیوب، بالای نام خود کلیک میکنیم و این قسمت آمدیم بالای پنسیل طرف راست کلیک میکنیم. خب در قسمت بالای صفحه است بک‌گراند است، همه پروفایل است که ما پروفایل چطور تنظیم بکنیم. بالای کامرا اگر که دوست هست شما اینجا انتخاب کلیک میکنین و از اینجا میرین شما میتونین عکسایی که ضرورت هست و عکس مورد نظر خود آپلود کنید که ما قبلا این کار کردیم نمیکنم. و قسمت بک‌گراندش هم همون رقم اینجا شما میتونین که عکسی که مورد ضرورت شما هست رو انتخاب کنین و ببرین در اونجا انتخاب کنین دیگه کاری نداره. خب ما بک‌گراند ما آپلود میکنیم. خب مثلا من یه نفر میگیرم، میبینیم اینجا سیف میزنیم، خلاص دیگه ضرورت نیست، دیگه آموزش نداره، منتظر میشیم تا بیا این آمد. خب دوستا قسمت پایین نام است، نام چینل یوتیوب ماست. به این قسمت نظر به درخواست خودتان، نظر به فعالیت که میکنید نام کانال خود میمانید. مثلا چی ویدیوهای پر میکنیم و چرا نوع ویلاگ هایی میگیریم. این قسمت نظر به ما کارتان یک نام را درج میکنیم. خب از ما آموزش یوتیوب هست، سه میکنیم دوستان. و قسمت پایین هندل است، هندلش است. این قسمت هندل شما به صورت دل بخواه هم میتون بسازین و به صورت پیش فرض که یوتیوب برای ما ساخته بود هم میتونین بسازین و شما این قابل تغییر است، هم نام قابل تغییر است و همچه. و یک چیز دیگه که نگفته نمانه دوستا، نام هندل و این تنظیمات قابل تغییر هر روز نیست. شما مثلا یک قانون داره you can change your handle بعد سعی کنید در قسمت پایین گفته بعد 14 روز شما میتونین چی کنید تغییر بدین. بعد 14 روز و 14 روز بعد میتونن قابل تغییر است، هم نام هم هندل. و قسمت دی پایینش URL است که این هم از طرف فیسبوک یوتیوب است. و قسمت پایین بخش اساسی و مهم قسمت دیسکریپشن است. دیسکریپشن بخش اساسی در یوتیوب است.
و این بخش قسمتی است که مثلا دوستایی که میایه شما رو دنبال میکنه نظر به میخواید درباره شما معلومات کسب کنه که چه نوع ویدیوهایی آپلود میکنین، در کدام بخش ها فعالیت میکنین. در اینجا امو معلوماتی درباره امو ویدیوهایی که آپلود میکنین، معلومات درباره چنل یوتیوب خود در اینجا چی میکنین نوشته میکنین و بخشایی رو که آموزش میدین از جاتری بخش ها رو در اینجا درج میکنین. مثلا ما قبلا یک چی رو آماده کردیم، description ها ببینید دوستان. yes. با آموزش یوتیوب خوش آمدید. در این چنل قدم به قدم به شما یاد میدهم چگونه یک کانال یوتیوب بسازید و آن را تنظیم و مدیریت کنید و ویدیوهای حرفه‌ای آپلود نمایید و غیره. خب ببینید ساخت حساب یوتیوب، تنظیمات حرفه‌ای کانال، طراحی کاور و پروفایل است، افزایش بازدید و سابسکرایبر است، نکات هم برای درآمدزایی از یوتیوب است و در قسمت پایینش یک جمله از جمله انگلیسی هم گفته میتونیم که هست، مثلا اگر میخوای یوتیوبر شوی همین حالا سابسکرایب کن و همراه من شو. خب دوستا ایت یک دیسکریپشن بسازین که واقعا کسی که می بازدید میکنه جذب شه و خوش بیاید. خب بالای صفر میزنیم دوستا. قسمت آخر در صفحه پروفایل یوتیوب ما که هست قسمت پرایوسی است و پرایوسی خیلی از جایا دوستا میگه که مثلا این بخش کسی معلومات نداده یا معلومات چی کار میکنه چی کار نمیکنه، کسایی که انگلیسی نمیفهمن برایشون مشکل است. دوستا این قسمتی است که مثلا keep all my subscription private. خب دوستایی میگه که مثلا کسایی که تو رو دنبال میکنه، کسایی که تو دنبالشان میکنی اینها قابل دید باشه یا خیر. مثلا کسایی که میای از کانال شما بازدید میکنه برای آنها نمایش داده شود که تو چی کسایی را دنبال میکنی یا خیر. خب نظر به درخواست خودتان فعال میمانین یا غیر فعال. ما غیر فعال میمانیم چون نمیخوایم که ما کسایی را که ما دنبال میکنیم کسی دیگه بفهمه که چی نو چه کسایی را دنبال میکنن. و قسمت پروفایل دوستای عزیز اینجا ویدیوش به اتمام میرسه و باز تنظیمات دیگه که داریم در پارت بعدی که آنها را آموزش میدیم که آنها از کروم انجام میشن. دوستا سوال داشتین در کومنت ها سوالتان بمانین، ما به وقت جوابتان میدیم.